السلام علیکم. در نوار با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش اخبار تلویزیونی صبح در استودیو با شما جهانگیر صابر. در منزلی که آبادی هست، منزلی که آباد گردیده است، در آنجا فیض و برکه نیز می شود. از این خاطر در مملکت ما برای آبادسازی دیار اعتبار جدی داده می شود. حتی در ناحیه های دوردست این کشوری حقوق بنیاد نیست. ازبکستان کشوری است که امروز در عرصه عمومی جهانی موقع به خودخواست را صاحب است. ازبکستان کشوری است که طبیعت دلفریب، مردمی مهنتکش دارد و از همه مهمش سیاست پیشبرده ایستاده‌اش انسان پرورانه است. از این لحاظ پرزیدنت این مملکت حقوق بنیاد با قطار 10 نفر شخصان برجسته عالم که در رواجیابی و دیگرگونی جهان حصه گذارند شامل شد. این از آن دلالت می دهد که کشور ما نیز به قطار مملکت‌های مترقی عالم داخل شده است. عالمیان گواه شده ایستادند که در این کشور کارهای بزرگ در راه منفعت خلق و آبادی دیار با صورت تیز به عمل تطبیق می‌گردند. حتی در ناحیه‌های دوردست نیز این تشبث خیر و نیک رهبر دولت نتیجه سودمند می‌دهد. واقعا سوخ همیشه در پیش نظر حکومت و سرور دولت میباشد، گرچند از مرکز ولایت، از مرکز ریسپوبلیکا در کنار باشد. هم این را ما میتوانیم در مثال کارهای آبادسازی که امروزها در ناحیه سوخ از محله غزنو سر کرده تا محله چشمه ادامه یافته ایستاده از دیدنمان ممکن است و الحال ما در جمع شهروندان محله چشمه قرار داریم. در اینجا کارهای آبادسازی خیلی در اوج است. متخصصان و دیگر قوه کاری با سپارش حاکم ولایت از مرکز ولایت به ناحیه جلب کرده شدند و آنها الحال دیوارهای با صحن کوچه های صحن راه‌های اساسی محله چشمه دیوارهای زمانوی راست کرده ایستادند و آن را حتی آرا داده ایستادند. بهترش با خود آنها هم صحبت می‌شویم. سلام علیکم. عزیز سلام علیکم. Bizda shu obodonlashtirish nimasiga keldik hasharda Farg'ona viloyati. Qayerdan keldingiz? Quvasoydan. Endi o'zimiz hissamizni chetga qo'shib obodonlashtirishga. Asosiy maqsad endi obod etish. Obod etishda endi mahalla. Obodonlashtirish endi hashar vatanni obod etishga har kim mas'ul, to'g'rimi? Ha, shu. در قطار دیگر محله‌های ناحیه‌مان در چشمه هم امروز بسیار کارهای آبادان به عمل برآورده شده است. با این کارها اهل محله، جماعتچی‌ها، راهبران کارخانه‌های تشکیلات‌های ناحیه وابسته به اینها از طرف خادمان تامینات گاز ولایت و تامینات الکتریک ولایت خادم جلب کرده شدگی همه‌شان با هم جهتی مهنت کردند. از ولایت هم قوه کاری جلب کرده شدگی. قوه کاری که با زیاده از 150 نفر به ناحیه با سپارش حاکم ولایت جلب کرده شدند امروز به محله ها تقسیم شده سرگرم کارهای آبادسازی می باشند. کارها جز محله چشمه در محله های زنگه، چماقچه، مولگان، سوخ و سای بازار و بازار مرکزی خیلی اوج گرفته است که ما به نوبت به هر یک منزل رفته از جریان کارهای آبادسازی دیدن کردیم. طوری که خبر دارید بعد تشریف رهبر ولایت به ناحیه و دیدن کردن او از بازار مرکزی در مکان خرید و فروش کارهای ساختمانی اوج گرفتند. بناهای کهنه و به حالت خراب آمده را ویران کردند. مقصد بازار نو و زمانوی در مرکز ناحیه سوخ بنیاد کردن است. در بازار مرکزی نیز قوه کاری از ولایت جلب کرده به کارهای آبادسازی مشغولند. بینندگان عزیز، چون دیده ایستاده کارهای بنیادکاری، آبادسازی و ساختمانی در بازار مرکزی ناحیه نیز خیلی اوج گرفته است و به اینجا نیز در اساس سپارش حاکم ولایت قوه کاری از ولایت جلب کرده شده است و حالا با آنها هم صحبت می‌شویم. از ولایت حاکم تشبثlarga asosan mana shu obodonlashtirish tumanini obodonlashtiriga o'zimiz bilan kelib obodonlashga qarashyapmiz. Qanday ishlar bajarilyapti o'zi sizlar tomonidan? Endi mana shu qurilish asosi, obodonlashtirish asosi nimalar, keyin bo'yash ishlarni olib boryapmiz hozirda. Ro'ziboyevat Hamjonovich ko'prik tumanidan hokimiyat topshiriqlariga asosan mana shu bunyodkorlik ishlariga ishtirok etgani keldik. Shu O'zbekiston vatanimiz, vatan hammamizniki. Shu So'x tumani ham bizni vatanimiz bir bo'lagi. Shunga o'zimizni hashar yo'li bilan o'zimizni hissamizni qo'shish uchun keldik. Qo'limizdan kelgancha mana shu o'zimizni hissamizni qo'shib shu yerda
asosiy maqsad vatanni obod qilish, obodonchilik maqsadida shu yerga kelib mana o'zimizni qo'limizdan kelgan hashar yo'li bilan yordam qilyapmiz. بله این وطن از آن ماست. آباد ساختن و به نسل آینده میراث گذاشتن آن باشد وظیفه مقدس هر یک صاحب وطن است. وطن از آستانه یا اینکه وطن از محله سر می شود. از این خاطر بیایید آستانه خود را، محله خود را آباد سازیم و به آبادی و پایداری وطن عزیز حصه ارزنده گذاریم. در بین ما و شما هستند آنهایی که به جای آنکه زیارت خانه کعبه کنند دست فتاده را میگیرند، به خلق خدمت میکنند، مشکل مردم را آسان میگردانند. لوحه نوبتی ما در همین خصوص. کاری ثواب را هر روز، کاری ثواب را هممون امروز باید به اجرا رسانیم. چونکه کاری ثواب و خیر اهمیت و فایده کلان دارد و گفتن ممکن است امروز به همین مقال عمل نموده خلق ما این قبیل کارها را دائما به اجرا میرسانند. حتی زنان سوخ نیز میتوانند در قطار مردان کار کرده این قبیل کارها را اجرا سازند و این البته از سخاوت و کرم خلق ما درک است. چون که از ازل خلق ما با مهنت دوستی و مهنت کشی خود صاحب آبرو و نفوذی کلان گشتند. باید گفت که در قطار کار درجه‌یابی اجرا کرده ساده مهمانان از ولایت تشریف آورده این قبیل سخاوت خلق ما از چگونه بودن مردم سوخ درک می‌دهد. یعنی ما با کاملیت تام گفتن میتوانیم که خلق ما در کار آبادی ثابت قدمند و هرگز تماشابین نیستند. چون که در دوام سالهای استقلالیت محض توسط کار و مهنت حلال خلق سوخ سیمای ناحیه باز هم زیباتر گشت. این را باید ما در هر قدم به اعتبار گیریم و اعتراف نماییم. ساکن محله حضرت علی یلدزخان نشانوه از جمله چنین زنان سخاوتمند است. چون خبر دارد این زن از حساب خود و با کمک فرزندان صاحبکارش محله زیست خود را امروز آباد میکند. چون از برنامه‌های گذشته با خبر هستید با عوض قریب 40 میلیون سوم مبلغ یلدزخان نشانوه گذر استقامتی خود را یعنی راه گذری خود را اسفالت پوش نمود که از این سخاوت همگان علاقه با خبر هستند. به تعبیر اگر کس سخاوتمند باشد تمام عملهای خیرانه و ثوابش او را فایده می‌بخشد. و باز پدر و بابایانمان می‌فرمایند که اگر سفری حج کردنی باشی پیش از همه به همان مبلغ در دست بوده همسایگان خود را تامین نما و یا کوچه و گذری خود را آباد ساز. حج بنامد حتما قبول می‌گردد. و به این گفته‌های گذشتگانمان امروز یلدزخان نشان و بر این هموطنان ما رعایت می‌کنند. از این سخاوت هموطن ما نمایندگان خزینه محله ولایت نیز با خبر گشتند و ساعت مهمان خانواده نشانوف ها بودند. بنا به گفته رئیس محله حضرت علی سبحان علی نشانوف به یلدزخان نشانوف افتخارنامه سپرده شد از جانب نمایندگان خزینه محله ولایت. Farg'ona viloyatining eng chekka So'x tumani o'zining go'zal xushmanzara tabiati bilan, o'zining xushmuomala insonlari, saxovatpesha insonlari bilan go'zaldir. Bugun mana So'x tumanining Hazrat Ali mahalla fuqarolar yig'inida 72 yoshlik Nishonova Yulduzxon xolaning xonadonlariga tashrif buyurdik. Mahallalariga tashrif buyurib, mahallani o'z mablag'lari hisobidan obodonlashtirish ishlariga hissa qo'shib 40 million mablag' sarflab ushbu ko'chani 300 metr joyini asfaltlashtirib mahallaga eng katta kerakli ishni qilganlari bilan biz xursand bo'ldik. Fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Farg'ona viloyati xodimlari hamda shu viloyatda 19 ta shahar tumanidagi 1037 ta mahalla fuqarolar yig'inlari nomidan men katta rahmat aytmoqchiman. Nishonova Yulduzxon ayani qilgan ishlari barcha yoshlarimizga namuna sifatida namoyon bo'lishini xohlaymiz. در حقیقت سوخ با آبادی و طبیعت خود صاحب آبرو و نفوذ خاصه گشته است. این سخاوت یک نفر زن از جماعت شهروندان محله حضرت علی این گونه آبرو و نفوذ ناحیه را باز به یک زینه بالا می‌بردارد. یک خبر مهم و خیلی حیرت انگیز را به شما میرسانیم. در سایت های رسمی پهن گردید که زنی تخمین 72 ساله به دانشگاه دولتی فرغانه برای صاحب معلومات عالی شدن حجت‌هایش را سپاریده است. مدامی که زنی 72 ساله صاحب معلومات عالی شدن را می‌خواهد، پس ما و شما چرا نه؟ تیز شتابید و به مرکز خدمت‌های دولتی مراجعت نمایید. در آنجا حجت‌هایتان را قبول میکنند. اکنون شما برای حجت‌های پیش از امتحان را به دانشگاه‌های دولتی سپاریدن خرج زیادتی کرده به مرکز ولایت یا اینکه پایتخت یا دیگر شهر و
ولایت‌های ازبکستان رفتنتان شرط نیست. حجتیتتان را در همین جا در مرکز خدمت‌های دولتی قبول می‌کنند. شتابید. بخش اخبار تلویزیون سوخت دوام دارد و باز یک خبری مهم را به شما می‌رسانیم. از روی خبر خدمت مطبوعات وزارت وضعیت‌های فوق‌العاده در همین روزها در 5 ولایت کوهی ریسپوبلیک ازبکستان احتمال آمدن سیل وجود دارد. از این رو آگاه باشید، میگوید خدمت مطبوعات وزارت وضعیت‌های فوق‌العاده. و عزیزان، موضوع را درباره جوانان دوام می‌دهیم. خبر دارید روز 30 ایون روز جوانان بود و هم روز تشکیلیابی اتفاق جوانان ریسپوبلیک ازبکستان و به همین مناسبت در ناحیه سوخت تدبیر خیلی جالب برگزار گردید و ما از آن تدبیر لوحه مخصوص برای تلکانال های ولایتی و ریسپوبلیکوی تهیه ساخته الکی نمایش هم دادیم و حالا همان لوحه را از طریق بخش اخبار تلویزیونی سوخت یک جای تماشا میکنیم. Vatanimizning barhayot bo'lagi Purvuqor tog'lar bag'rida joylashgan olis So'x tumanida 30-iyun yoshlar kuni tuman markaziga tutash maydonida joylashgan madaniyat va istirohat bog'ida keng nishonlandi. در حقیقت جدل صورتlar bilan rivojlanib borayotgan mamlakatimizning har bir kuni yangi islohotlar va o'zgarishlar jarayoni sifatida ko'zga ko'rinmoqda. Zotan rivojlanish va taraqqiyot bo'lgan davlatda aholining ma'naviyati, ruhiyatida yuksalish seziladi. Tinchlik va osoyishtalik hukmron bo'lgan hududga esa bayram va tantanalar yarashadi. Yoshlar kuniga bag'ishlab o'tkazilgan tadbirda tumanning barcha mahallalaridan kelgan iste'dodli yoshlar iqtidor va salohiyatlarini namoyish etib, ishtirokchilar qalbiga bir olam quvonch bag'ishladilar. Tadbirda so'z olgan viloyat va tuman hokimligi vakillari so'nggi yillarda yosh avlodga e'tibor davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangani, O'zbekiston Yoshlar Ittifoqining qisqa muddatda erishilgan yuksak muvaffaqiyatlari xususida alohida to'xtalib o'tdilar. Dar haqiqat, mana bugun prezidentimiz tomonidan biz yoshlarga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Buni negizini bugun bizning tumanda o'tkazilayotgan 30-iyun, ya'ni yoshlar kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda yaqqol ko'rishimiz mumkin. Bugungi tadbirda tengdoshlarim, ya'ni yoshlar hammasi xursand, tadbir juda ajoyib o'tdi. So'x tumanida yoshlar kuni bayrami bo'lib o'tyapti. Bundan biz juda ham xursandmiz. Muhtaram prezidentimizga kattakon rahmat. Tadbir davomida madaniyat va istirohat bog'i bo'ylab yangragan tantanali bayram kuylari, sahna tevaragiga qo'yilgan gullar, ajoyib ko'rinishlar ko'ngillarni obod etib, yig'ilganlar qalbiga cheksiz quvonch bag'ishladi. Iste'dodli yoshlar tomonidan tashkil etilgan qiziqarli o'yinlar barchaga birdek manzur bo'ldi. Viloyat hamda tuman hokimligi tomonidan iqtidorli yoshlar hamda yosh sportchilarga esdalik sovg'alari tantanali tarzda topshirildi. O'zbekiston chempionatida birinchi o'rinni oldim. Prezidentimizga rahmat. Bugun yoshlar kunida o'tkazilgan tadbirda bizni tuman hokimimiz taqdirlanishdi. Biz xursandmiz. Yana Xudo xolasa chempion bo'lamiz va O'zbekiston bayrog'ini ko'taramiz. E'tiborli jihati shundaki, mazkur madaniyat va istirohat bog'ida har kuni tushlik paytida yoshlar oyligiga bag'ishlab konsert dasturi, sport musobaqalari, milliy o'yinlar o'tkazilmoqda. Asosiy maqsad yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish va ular o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarlikni oldini olishdan iborat. Jahongir Sobirov, Mashhur Hasanboyev, So'x tumanidan tayyorlandi. عزیزان، این بود بخش اخبار تلویزیونی سوخت که شما توسط آن با خبرهای مهم و آخرین روز شناس گشتید. در همین جا به بخش اخبار حسن انجام میبخشیم. خیر، سلامت باشید و با برنامه‌های تلویزیونی سوخت بمانید.